واقعا از اون توجه کنم محصولی که میخوام امروز بهشون معرفی کنم یه محصول بی‌نظیر فوق‌العاده که برای اولین بار تو ایران تولید شده. هیچ شرکت دیگه به جز شرکت سبوسی اینو تولید نکرده. اونم محرک رشد. کود محرک رشد. عناصر اصلی شامل در واقع آزوت، فسفات، پتاس، هیومیک اسید، مواد آلی و آمینو اسید. محرک رشد لیست ریزمازیان ترکیبش داره مثل آهن اینا، حتی مقدارشون کمه و این کود در اصل چند تا کار خیلی مهم رو برای درخت‌ها و باغات ما انجام میده. علاوه اینکه یه محصول ما عقب افتاده و رشدش کم باشه و دچار عقب افتادگی باشه، در واقع این سری رشدش رو تسریع میکنه و برش میادن سریعتر به موقع محصول ما رشد بیشترش رو به دست بیاره. دومی رشد زایشی درخت ما یا محصولات کشاورزی ما. اگه عقب افتاده باشه این محرک رشد به محض استفاده میکنیم ظرف یک هفته محصول ما یا درخت ما میرن روی گلدهی و شروع میکنن به گل دادن و یک چیزی که خیلی از همین